فکر کنید ما در سال 1924 قرار داریم. کی فکرش را میکرد که 100 سال دیگر انسان به کره ما قدم خواهد زد یا هم به مریخ؟ اگر آن موقع زندگی میکردیم و کسی میگفت تا 100 سال دیگر چیزی به نام هوش مصنوعی ساخته خواهد شد، شاید باورمان نمیشد. چیزی که بسیاری از کارهای ما را ساده میسازه. با آنکه پیشبینی وقایع آینده هیچگاه به طور کامل و دقیق نیست، اما پیشرفت‌های علمی اخیر این توانایی را به ما داده تا تصویر کلی از وقایعی که در آینده بسیار دور رخ خواهند داد داشته باشیم. پس بریم با هم تا 100 میلیون سال آینده و ببینیم چه اتفاقاتی قرار است در زمین ما اتفاق بیفته. سال 2224 میلادی است. جمعیت زمین به 19 میلیارد انسان رسیده. آب و هوا گرمتر شده است. فناوری جدید پزشکی زنده ماندن تا 180 سالگی را ممکن کرده. ذخایر سوخت فسیلی نفت و گاز مدت هاست که از بین رفته و قاره ها نزدیک 5 متر حرکت کردند. این همه تا 200 سال آینده خواهد بود. اما تا 100 میلیون سال آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ پس بیایید کمی با سرعت به پیش بریم. تا 1000 سال دیگر سرعت چرخش زمین کاهش یافته و هر روز 1 ثانیه افزایش پیدا می کند. سطح اقیانوس ها 3 متر بالا رفته است. جزایر مانند سیشل، مالدیو، گالاپاگوس و بسیاری دیگر به زیر آب رفتند. حدود 5000 سال دیگر گذشته. سال 8113 میلادی است. بشریت آماده است تا دخمه تمدن را باز کند. چیزی که برای آن 6000 سال انتظار کشیده شد. اتاق کاملا مهرموم شده در جورجیای ایالات متحده که با الهام از اهرام مصر و با هدف حفظ اشیای روزمره برای آیندگان ساخته شد. حالا بریم 15000 سال بعد. در این زمان زمین به میانه چرخه حرکت تقدیمی خود رسیده و انحراف محوری آن معکوس شده است. در نتیجه تابستان و زمستان در دو نیمکره عوض شده است. صحرای آفریقا تبدیل به جنگل آفریقا شده. سالها باران این صحرای خشک را تبدیل به جنگل وحشی کرده است. 50000 سال بعد آب و هوا در حال تغییر زیاده است. دمای زمین در حال کاهش است و ما به عصر یخبندان جدید نزدیک شده ایم. آبشار نیاگارا دیگر از بین رفته است. دریاچه ایری و دریاچه آنتاریو با هم متحد شده و یک دریاچه فوق‌العاده بزرگی را تشکیل دادند. تا 100,000 سال دیگر یکی از بزرگترین ستاره‌های شناخته شده در کهکشان ما، کلب اکبر، با نیروی عظیم منفجر می شود. انفجار این ستاره بزرگ حتی در طول روز از زمین قابل مشاهده است. ابر آتشفشان‌ها شروع به فوران می کنند. صدای انفجار آنها در سراسر جهان شنیده خواهد شد. این آتشفشان‌ها مقدار عظیمی از خاکستر را به آسمان پرتاب می کنند. ابرهای سیاه مانع رسیدن نور خورشید به زمین می شود. سرانجام زمین در شرایط همچون زمستان هسته‌ای قرار خواهد گرفت. حالا بریم به 250,000 سال بعد. لوئیهی که در هاوایی قرار دارد بیرون آمده و یک جزیره به هاوایی اضافه می کند. 500,000 سال بعد یک شهاب سنگ بزرگ ممکن است به زمین سقوط کند.
قطر این شهاب سنگ 1 کیلومتر است. برخورد این شهاب سنگ باعث انفجار چنان قوی می شود که صدای آن در تمام قاره ها شنیده خواهد شد. پس از آن زلزله های فوق‌العاده قوی و سونامی های شدید رخ خواهد داد. اما چه کسی می داند انسان تا آن زمان چه چیزهایی خواهد ساخت؟ شاید هم با پیشرفت تکنولوژی که حالا شاهدش هستیم تا 500,000 سال آینده اصلا این شهاب سنگ در هوا از بین برده خواهد شد و یا هم مسیر آن را کاملا تغییر خواهند داد. رسیدیم به 1 میلیون سال آینده. باز هم خبر بدی برای زمین. در این زمان قرار است زمین شاهد انفجار یک ابر آتشفشان دیگر شود. 3200 کیلومتر مکعب گدازه آتشفشانی از آن به بیرون خواهد ریخت. قدرت این آتشفشان برابر به آتشفشان توبا خواهد بود که 75,000 سال قبل در زمین ما اتفاق افتاد. پنجاه میلیون سال دیگر آفریقا با اوراسیا برخورد کرده. دریای مدیترانه به کلی از بین رفته است. این برخورد یک کوه جدید شبیه رشته‌کوه همالیا را به وجود آورده. فوبوس، یکی از قمرهای مریخ، شروع به گردش در ارتفاعات پایین و پایین‌تر کرده تا اینکه به سطح مریخ برخورد می‌کند. 80 میلیون سال دیگر کوههای راکی کانادا کاملا فرسایش یافته و تبدیل به یک دشت صاف عظیم شده است. از هاوایی تنها یک جزیره باقی مانده. بقیه آن مدت هاست که زیر آب رفتند. و بالاخره رسیدیم به 100 میلیون سال بعد، زمانی که اقیانوس اطلس دیگر وجود ندارد. قاره آمریکا با اوراسیا مدغم شده. حالا زمین شکل دیگری گرفته و ما دوباره یک ابرقاره‌ای برای خود داریم، پانگا پروکسیما. در آخر باید یادآور شویم پیشبینی زمین در 100 میلیون سال آینده بسیار دشوار است. در این مدت طولانی ممکن است تغییرات عظیم در زمین رخ دهد. پس پیشبینی دقیق این مسائل برای هیچ علمی ممکن نیست.